سلام بچه ها، خوش اومدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال خودتون. بچه ها امروز میخوام براتون یه آموزش خفن، یه آموزش خیلی باحال براتون انجام بدم. بچه ها برای کسایی، این مخصوص برای کسایی که گیم میزنن یا مثلا چیز میزنن اینترنتشون ضعیفه. بچه ها کسایی که گیم اینا نمیزنن، اینترنت عادی استفاده میکنن، لطفا این کار رو انجام ندن، چون رو با باتریتون تاثیر زیادی داره و سرعت باتریتون رو میاره پایین و اتفاقا همزمان از دو تا اینترنت استفاده میشه و تنظیمات صدا چیزی گوشیتون رو میاره پایین، درصد باتریتون رو پایین میاره، یعنی شارژی کمتری بیشتری استفاده میکنه. بچه ها کسایی که جدید وارد شدین لطفا کانال خود رو سابسکرایب نموده و علامت زنگوله رو بزنید و به دوستانتون به اشتراک بگذارید. و همچنین اینم همونجاست بچه ها، کسایی که قبلا دیدن و نیازی نیست که اون برنامه رو فعال کنن، چون برای تنظیمات گفتم براتون. و کسایی که جدیدن این کار انجام بدن، برای این کار وارد تنظیمات گوشیتون میشید. اینجا در بالا درباره گوشی زده و رو نسخه MI چندین بار اینجا ببینید ضربه بزنید تا نوشته بشه برای شما که شما یک برنامه نویس هستید. چون برای من قبلا زده بودم، نگاه خودش می نویسه که نیازی نیست شما در حال حاضر برنامه نویس هستید. حتما باید اینو ضربه بزنید تا برای شما اون برنامه ایجاد بشه. خب از اون صفحه خارج میشید و صفحه گوشی رو میکشید بالا، میایید اینجا رو تنظیمات بیشتر، رو گوشیتون پیدا کرده، رو تنظیمات بیشتر کلیک کرده و صفحه رو میکشید بالا. اینجا از آخرین بالا نوشته نگاه کنید، اینجا گزینه‌های توسعه دهنده، رو گزینه‌های توسعه دهنده کلیک میکنید و صفحه رو تا آخر میکشید پایین. ببینید از با پایین اینجوری میایید بالا 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 تا به رسیدن و اونجا رو میکشید بالا 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 اینجا. خب اینجا بچه ها ببینید نوشته همیشه اینترنت همراه روشن نگه داشته شود، چون به خاطر این دیگه یه کاری میکنه که یه اینترنت بهتری برامون میده دیگه. اینترنت تو دائم روشن میمونه حتی زمانی که وای فای هم داشته باشیم. مثلا من اینترنتم ضعیفه، میخوام هم اینترنتمو استفاده کنم همین وای فای بگیرم تا دو تا شبکه همزمان بتونم یه اینترنتی پرسرعت داشته باشم. خب اینو فعال میکنه دیگه. الان میتونید همزمان وای فای رو وصل کنید، همزمان از دو تایشون استفاده کنید و برای هر برنامه خاصی استفاده کنید. یه اینترنتی فوق العاده پرسرعتی در دسترستون میده. بچه‌ها اگر از ویدیو ما خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید.